دوستان ارجمند این لحظه برای شرط سیوم محفل زیبای ظریفان برای صحنه میخوانیم. دسته گلریز را برای اجرای شرط دیگری محفل زیبای ظریفان این تقلید است. استقبالشان میگیریم با قصقای زیبا. شما میگردانیم و همگان معلوم است که پیشوای معظم ملتمان سالهای 2019 و 21 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردند. تاجیکستان عزیز ما روز تا روز زیبا و آباد گشته ایستاده است. در مهمانی برنامه امروز ما هنرمند شناخته تاجیک قربان علی عبداللهیف اشتراک دارند. زیر کفکوبای پرموج شما اصول پیشواز بگیرید. مرحمت. سلام. استاد عزیز به برنامه ما خوش آمدید و میگفتید که به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی چه سرودی نو پیشکش بینندگان کردنی هستید؟ یک سرودی نو در وصف رشد سیاحی و هنرهای مردمی نو ایجاد شد و حاضر پیشکش بینندگان می‌گردانم. مرحمت. تشناقتی و رشد سیاحی دارم، شیرینی لفظی خدیمی دارم، از چوبی درختی به در هر خانه دکانی طبق تراشی اطلس بافی چکندوزی دارم. در حقیقت درست ما باید چنان وطنمان را زیبا گردانیم که مهمانان از دیگر دعوت آمده مانده حیران دیده حیران مانند. بار دیگر تشکر زیاد استاد. خوش آمدید به برنامه ما. مهمان نوبتی برنامه ما حافظه جوان امید بخش که با ضرورت‌های خود طبع دل حاضران را شاد نگرداند. فرزانه خورشید. مرحمت. امروز خوب است از ساکنان شهر ما پرتوهای خود را با قطعی لازمانه و به هر گوشه کنار شهر ما بله درست. گفتند که تازگی گرو سلامتی است و من برای همه ساکنان سرود ایجاد کردم و پیشکشتان می‌نمایم. مرحمت. Bajore
مایلش من روم که مرا در توی انتظار خوش آمدید باز بیایید مهمانی نوبت برنامه ما صدرالدین نجمی‌دین زن گفتگو پرموج شما السلام خوش آمدید به برنامه ما و علیکم سلام خود را به اهل تماشابینان اهل تالار می‌رسانم. من با یک صورت که نام دارد اندازی بر و نتیجه آمدم و میخواهم پیشکش مخلصانم کردم. مرحمت برداشت کنم که حاضر بار فراموش می شود. خوش آمدید من هم حاضر به یادم اومد که من نیز پول برق را دست سپردم مهمانان عزیز انداز برق را سر وقت باید سپرد مهمان نوبتی برنامه ما بانوی هنر خجسته میرزا علی با گفتگو پرموج شما السلام و علیکم دعوت خیره نماید تینجی است؟ ما الان دارم چی الان باشد؟ همچه شوهری من بله. برای سیه رفته من در پول رایی نمیکنم وای سرودی من با اون نفرهای بخشیدش دیگه که اویله دارن رسیه میرون زناشون در اقلا یک دارم رایی نمیکنم مرحمت زندگیتم به معنا میزگرم خوش آمدید هم خیلی بله درست مردک مای الو چی؟ دلارای کدی؟ میگه دلارای کدی خوش آمدید باز بیایید مهمان نوبتی برنامه ما حافظه جهان امید بخش نگاره خلوه مرحمت السلام پای نگاره سوزه خوبه چوکدن ما هیچ نکردم در برنامه شما چوکدن هیچی نه همین من دیروز بازار رفتم همین نرخ
نحنوای بازار دیدم اگر در جان تلخم کفی راستو شما سرود درباره بازار میخونید ها مرحمت خانه درباره بازار بشم مرحمت خانه مهمانی نوبتی برنامه ما هنرمند شناخته تاجیک پرده قاسم افزر کفتی به پرمرگ شما السلام استاد سلام دخترم السلام حاجی میشه رحمت میدانی من برای چی برنامه آمدم؟ نه نمیدونم بعض آنهای دخترای توجی موی سازنا خرچی کرده لیباسای بیگونه با بر میکنن بله میخوام برای آن یک سرود بخونم مرحمت میرسیم به فرجام برنامه امروزمون به شما تنصیحاتی خانه آبادی خواهانیم هر مشکلی دارید به عنوان برنامه ما فرستید و ما تحت سرودهای حافظان مشهور پیشکش شما میگردونیم خیر تا برنامه های آینده شاد و فیروز مانید کاکتوی زیبا نیست برای دسته گلریز دوستان عزتمند ما و شما در واقع تقلید دسته گلریز را با هم دیدیم و لحظه که امروز واقعا محفل ظریفان است محفل زیباست برای هواداری محفل زیبا و در تالار می نگریم چقدر خواهران زیبا آرامان نشستند دستگیری دسته گلریز می کنند احسن برایشان و
بخش غیر کنکورسی رو پیشنهاد شما میسازیم و بعدا به خلاصه بعضی کمان توجه میکنیم. این سیمبول نگیریم. برامد. تسکیری زیبا. دوستان عزیز میگویند که جنت که رضای مادر آن است در زیر کدوم مادران است. یک خرسک بر مادرای شما. اینک ترانه مادر بهر شما. زیبا. دوستان عزتمند اکنون رو به جانب اعضای حکما میاریم برای تقلید دسته گودریز. 4 5 4 4